ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث میفرماید در باب نماز که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال يتعاقبون فيكم الملائكة بالليل والملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. امام بخاری حدیث روایت میکنه حضرت ابو هریره. امام بخاری از ابو هریره در کتاب توحید خداوند جل جلاله برای بندگانش فرشته های موکل کردگی است، فرشته های شب و فرشته های روز. در نماز بامداد و در نماز عصر اونها یکدیگرشان چیکار میکنن؟ عوض میکنن. فرشته هایی که در نماز بامداد وقتی که فرشته های عصر می آمدگی که نوبت میگیرن میروند، باز دیگراش میروند، خداوند جل جلاله و هو اعلم بكم که حالا میگه خداوند با همه حال شما داناست. خداوند در همه جا هست. صفت خداوند در عقیده ما حنفی ها چی است؟ نه تو در هیچ مکانی، نه مکان زیت خالی. خداوند یگان مکانی مخصوص نداره که در فلان جا باشه بگیر، اما همه مکان ها چی از محیط الله تعالی است، یعنی در همه جا خداوند جل جلاله هست. خداوند حالا که داناست از حال بنده سوال میکند که بنده مرا به کدام حال گذاشتی؟ او فرشته ها میگن که فیقولون ترکناهم و هم یصلون و آتیناهم و هم یصلون. اونهایی که در نماز بامداد میروند میگن خدایا او بنده تو در نماز خواندن بودن اونهایی که در نماز عصر باز یکدیگر عوض میکنن میگه اونها در نماز خواندن بودن. فقط در نماز عصر در نماز بامداد وقتی که یکدیگر که عوض میکنن، هر مرتبه که به آسمان میرود خداوند جل جلاله رو میگه فلانی ابن فلانی در نماز بود، فلانی ابن فلانی در نماز بود، هر باری رفتگی. اکنون او شخصی که نماز نخواند حالش چی؟ نماز نخواند، او فرشته هایی که موکل با او پلید هستند اونها در نزد خدا چی گواهی میدهند؟ اونها در نزد خدا چی گواهی میدهند؟ پلیده. خداوند سوال شما کند که بنده مرا در کدام حال دیدین؟ در کدام حال دریافتین؟ یا در خواب، یا در غیبت، یا در بینمازی، یا در یگان کاری لهو و لعب؟ حالی او بینمازی بیچاره چی میشده باشد؟ اذا قام العبد الى الصلاه فكان هواه ووجهه وقلبه الى الله انصرف كيوم ولدته امه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در باب شخصی که 5 وقت نماز ادا میکند چی گفت؟ در باب بینماز که فهمیده که همه محدثا در حقی چی گفتن، همه امام های 4 مذهب اهل سنت و الجماعت چی فرمودن؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که بنده قایم شود رو به قبله، وقتی که راست ایستاد و رویش به طرف قبله گردد، نیت به طرف قبله کرد، قلب شدیل به طرف قبله به طرف پروردگار، انصرف کیوم ولدته امه. وقتی که رو به قبله ایستاد، وقتی که نیت کرد، مکانش پاک، بدنش پاک نماز خواند، لباسش پاک، رو به قبله ایستاده، دلش پاک، الله اکبر گفته، تحریمه را دست در نماز در آمد. وقتی که ده طرف سلام داد نماز تمام کرد، حتی این طرف کیوم ولدته امه، مثل همون روزی که از مادرش تولد شده است همون که گناهاش بخشیده می شود. این بشارت در حق نمازخوان است، در حق نمازخوان است که به مثل طفل نوزاد بیگناه می شود. بی نماز بیچاره حالش چی باشه؟ بی نماز بیچاره حالش چی باشه؟ خداوند جل جلاله در دیگر آیه قرآنی فرمود که این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر.
این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. یگانه راهی که یگانه وسیله‌ای که انسان از فحشا و منکر باز می‌دارد نماز است. انسان فقط نماز از بی‌راحتی نگه می‌دارد. شخصی نمازخوان باشد، عبادتگار باشد، وقتی که میگه دشنا کنم میگن تو نمازخوان هستی، بیاید که اگه بعدی کنم تو نمازخوان هستی میگن. دروغ گفتنی شود نمازخوان است. اون همون نماز خواندگیش اگر از صدق باشد او دروغگو نمیشود، او دزد نمیشود، او غر نمیشود، او آدم کش نمیشود، او بی ترتیب نمیشود، او فاحشه نمیشود، بشرطی که نمازش از صدق باشد. زمانی که نمازخوان باشد و باز همین عملها را اگر اجرا کند، یقینا بداند که نماز اوش از نماز ریا است، سمعت برای بیناندن، برای نشان دادن است. اون نماز صدق نیست. اون نماز از صدق دل نخوانده است که اون نماز را از فحشا و منکر نگه دارد. امام سجاد رحمت الله علیه وقتی که نماز میخواند، در نماز خواندنش بعد از نماز دعا کرد گفت که الهی گفت هر چند که نماز میخواند در دلم خشوع نیست، در دل من حسد نیست، در دل من گفت لرزه نیست، در دل من گفت یکان در چشمم اشک نیست. خدایا گفت آیا همین نمازهای من را گردانده به سرم میزنی؟ خدایا گفت دل من نرم نشیر از این نمازهای میخواندگی من خدایا با خشوع نیست. این سببش چیست؟ فقط از خدا توفیق طلب میکنه. خدایا ما توفیق عطا بکن که نماز را پرگی و کامل بخوان. برای همین است که همه مسلمان تا به قیامت باید که توفیق و هدایت از خدا طلب کند. خواه نمازخوان باشد، خواه قرآنخوان باشد، خواه عالم باشد، فرق ندارد. که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اکثرا در دعاش میگفت یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و علی طاعتک. پیغمبر همیشه دعا میکرد یا مقلب القلوب، ای گرداننده دلها، گرداننده دلها خداوند جل جلاله است که دل کافر 70 80 100 ساله را میگردانه، اسلام و توفیق در جا میکنه. یا مقلب القلوب، ای گرداننده دلها که دل همه در قبضه قدرتی است. فسوف یلقون غیا الا من تاب و آمن و عمل صالحا. در آیه 59 سوره مریم خداوند جل جلاله گفت که وقتی که صفتهای پیشین پیغمبران را صفت کرد که خدا پرست بودن، خدا را عبادت میکردن، سجده میکردن، در حالت سجده اشک میریزاندن، بعد از اون صالحا و خدا پرست ها جانشین اونها کیها شدن؟ جانشین اونها کسانی شدن که فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. انسان های خلیفه اونها شدن که او چیکار میکردن؟ نماز ضایع میکردن، نماز از وقتش میگذراندن، اضاعوا الصلاة، نماز ترک میکردن، نماز در اخیر وقت میخواندن. و تبعوا شهوات، اونها بعد از اون صالحین چیکار شدن؟ تابع شهوات شدن، با زناکاری و با فحشا مشغول شدن. همین خیلی است که از اولاد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد میبینی که خودی سعید زاده میگه اما تابع شهوات است، تارک صلات است، همه جرم و گناه در یافت میشود، همه جرم و گناه در یافت میشود. انا همین خدا گفته است که بعد از اون قومهای صالح، قومهای جانشین اونها شدن که اضاعوا الصلاة، نماز خواب داشتن، و تبعوا شهوات، و شهوات و زناکاری و فحشا اونها چیکار کردن؟ مشغول شدن. فسوف یلقون غیا الا من تاب و آمن و عمل صالحا. فسوف یلقون غیا، زود است که اونها ملاقات میشن، روبرو میشن. غیر گفته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و دیگر مفسرین هم گفتن که غیر گفته یک وادی در جهنم است، وادی فی جهنم قعرها بعید و نتنها خبیث. وادی در جهنم هست که قعر نهایت چقدر است و بوی بدی پلیدی او نهایت خبیث است. ان همون غی جا و مکان همون انسان های می شود که در نماز تهاون کردن، در نماز سسته کردن، نماز قضا کردن،
نماز از وقتش گذرانده خوندن. قال ابن مسعود لیس معنی اضاؤها ترکوها بالکلیه ولکن اخروها عن اوقاتها. حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه گفت که اون اضاعوا الصلاة ضایع کردن نماز را معنا را ندارد که اونها نماز بالکل ترک کرده باشند، بلکه اونها نماز تأخیر کردن از وقتش. نماز تأخیر کردن از وقتش همون نماز چیکار کردن؟ گذراندن. این چی است که این از وقتش وقتی که گذرانده باشد نماز که حالی و این مبتلا که باشد حال بی نماز بیچاره چی باشد؟ یعنی اونهایی که نماز ضایع کردن، نماز در اخیر خواندن، نماز قضا کردن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دیگر احادیث امیر فرمودگی است. در دیگر احادیث را فرموده است که اونها فردا روز قیامت به نمازها مشهور میشن، مبعوث میشن با همراهی قارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف. سخت‌ترین و بدترین کافرهایی که در دنیا گذشتگی هستند به نماز فردا روز قیامت با اونها محشور میشوند با همراهی فرعون، در حالتی که اون مشغول به وظیفه و مشغول به کار باشید، ترک نماز کرد، نماز نخوان، با همراهی فرعون محشور میشود، داخل دوزخ میشود. برای دولت ثروت جمعی کردن مال و ملک با اون مشغول شده، نماز ترک کرد، با همراه قارون محشور میشود، داخل دوزخ میشود. اگر با دیگر کارها و وزارت پرداخت، با همراهی هامون محشور میشود، داخل دوزخ میشه. هامان اگر با تجارت مشغول شده، اگر نماز بخونم با مسجد برم سودا میمونه، یا که در سودا نقصان پیدا میشه، گفته رو با تجارت یا نماز چه ترک نه. و ابی بن خلف که سردار کافرها و منافقان و مشرکان مکه مکرمه بود، با همراهی هم محشور میشه. یعنی با سخت‌ترین کافرهایی که در تاریخ دنیا گذشتن به نماز با همراهی با محشور میشه و داخل دوزخ میشه. در زمان موسی علیه السلام که در کبایر شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه میارد که ان امرأة من بني اسرائیل جاءت الى موسی علیه السلام فقالت یا رسول الله انی اذنبت ذنبا عظیما. شمس الدین ذهبی در کبایر میارد که در زمان موسی علیه السلام یک زن از همون قبیله بنی اسرائیل